سلام. یکی از سوالاتی که به عنوان مدرس زبان از من خیلی پرسیده میشه اینه که من از کجا باید شروع کنم که درست و اصولی باشه که نخوام وقتم رو، هزینم رو و انرژیم رو تلف کنم. واقعیتش اینه که من این چالش رو خودم هم لمس کردم، چون یک زمانی دنبال این بودم که سریع‌ترین راه برای یادگیری زبان چی هستش، بهترین جزوه، بهترین مدرس. اما امروز من میخوام در رابطه با این موضوع بر اساس آمار و ارقام با شما صحبت کنم. پس اگر شما فردی هستین که خیلی دوست دارین زبان انگلیسی رو یاد بگیرین و همیشه برای شما یک چالش بوده، سالها، ماهها تایم گذاشتین و خب هیچ وقت اونطوری که باید نتونستین انگلیسی رو یاد بگیرین، جای درستی اومدین. یکی از سوالاتی که همین اول باید بهش جواب بدم اینه که اصلا چرا زبان انگلیسی مهمه؟ چرا باید یادش بگیریم؟ مگه زبان فارسی ما چشه؟ یا چرا مثلا من عربی، فرانسه یا هر زبان دیگه ای رو یاد نگیرم؟ چرا انگلیسی قوقا کرده؟ بیش از 1,500,000,000 نفر توی دنیا انگلیسی صحبت میکنن. 80% مقالات، کتاب‌ها، فیلم‌ها به زبان انگلیسی هستش. قطعاً دیدین، شنیدین افرادی که انگلیسی رو یاد گرفتن، موقعیت‌ها و فرصت‌های شغلی و تحصیلی زیادی براشون فراهم شده. پس با توجه به تمام این مطالب که خب قطعاً خودتون هم در جریانش هستین، واقعاً نیازه که انگلیسی یاد گرفته بشه. یک بار برای همیشه. انگلیسی رو چطوری میتونم سریع‌تر یاد بگیرم؟ قدم اول این هستش که شما باید یک هدف گذاری درست و متناسب با شرایط خودتون بذارید. خیلی از بچه‌ها رو من میبینم تماس میگیرن و میگن که من توی 3 ماه میخوام آیلتس بگیرم. خب من الان مبتدی هستم. یه خیلی از افراد هستن که میگن من مثلا تا آخر تابستون میخوام که فلان نمره رو توی مثلا تافل بگیرم. خیلی از افراد من میبینم که در 1 هفته انتظار دارن که 1000 تا کلمه رو یاد بگیرن یا در 1 ماه یا 2 ماه بتونن خیلی روون انگلیسی صحبت کنن. حالا یه چیز جالب بهتون بگم. تحقیقات نشون داده که افرادی که هدف گذاریای کوچیک اما متناسب با شرایط خودشون دارن 70% سریعتر رشد و پیشرفت میکنن. یه نکته‌ای که من دوست دارم بهتون بگم و خب با تجربه شخصی خودم هستش البته، اینه که اگر شما یک روتین رو نتونین طی 1 سال نگه دارین، ادامه بدین و ثابت باهاش پیش برید، بهتره که روتینتون رو تغییر بدید. دوستان عزیز، زبان انگلیسی یک علم انسانی هستش، یعنی اینکه من نیاز دارم با اون علم ارتباط برقرار کنم، تمرین کافی داشته باشم، از اون چیزی که یاد گرفتم استفاده کنم. تکرار مکررات اینجا خیلی مهمه و اصلا چیز بدی نیست. پس اهدافی که کوچیک هستن و واقع بینانه هستن. مثلا اینکه من تا 1 ماه دیگه میخوام 30 تا لغت انگلیسی رو به خوبی یاد بگیرم، درست تلفظ کنم، با اونها بتونم جمله بسازم و از اونها استفاده کنم. و اهدافی مثل من مبتدیم و تا 3 یا 4 ماه دیگه میخوام فلان نمره آیلتس رو بگیرم، اینها واقعا امکان پذیر نیستن یا خب خیلی سخت میشه بهشون رسید. خب حالا که راجع به قدم اول صحبت شد و من متوجه شدم که باید اهدافی رو پیدا کنم و انتخاب کنم که متناسب با شرایط من، با هوش من، با وقتی که میذارم هستش، میرم سراغ مرحله بعدی. یکی از راههایی که به شما کمک میکنه سریعتر استارت انگلیسی رو بزنین و خب نتیجه بهتری هم بگیرین اینه که با لغات و عبارات پرتکرار و پر استفاده شروع کنید. یه تحلیل خیلی جالب خوندم. تحلیل میگفت که ما 1000 تا لغت و عبارت پرتکرار داریم که 85% زبان انگلیسی رو تشکیل میده. البته من دارم در رابطه با مکالمات عامیانه صحبت میکنم. پس کلمات و عباراتی که باعث میشه شما بتونین کارتون رو راه بندازین. اگر جایی گیر کردین، سوالی خواستین بپرسین، حالا توی فروشگاه باشه، کافی شاپ باشه، توی رستوران باشه، توی تاکسی سوار شده باشین، جملاتی رو یاد بگیرین که بتونین توی این موقعیت ها به خودتون کمک کنین. خب شما یک بخش خوبی از راه رو رفتین. یا حتی میتونین با سلام و احوال پرسی، دونستن روزها، اعداد، تاریخ، یه سری اصطلاحات خیلی خیلی پر استفاده و عامیانه با اینا شروع کنین، چون که سریعتر هم به نتیجه میرسین و اونها رو میتونین بیشتر استفاده کنین. حس خوبی هم به خودتون دست میده و یک موتیویشن، یک انگیزه برای شما ایجاد میشه که بخواین ادامه بدین. و یکی از راههایی که بخواین این کلماتی که یاد گرفتین رو فراموش نکنین اینه که اینها رو تکرار کنین. ببینید دوستان، واقعا هیچ قرص جادویی، هیچ چیزی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود نداره. از شما همینجا میخوام به عنوان کسی که خودم هم یک زبان آموز بودم و زبان آموز هم هستم، همچنان علم انگلیسی هیچ وقت تموم نمیشه. این تجربه رو داشتم. خیلی از افراد هستن که به شما قولهای عجیب غریب میدن
به شما روش‌هایی رو میخوان معرفی کنن با یه سری هزینه‌های خیلی بالا، مبالغ هنگفت که بیاین ثبت نام کنین و من به شما قول میدم در فلان تایم کوتاه اینقدر زبانتون خوب بشه یا با این متد کلمات و جملات و گرامر رو یاد بگیرید. واقعا همچین چیزی وجود نداره. سیف ترین، امن ترین راه برای یادگیری هر علمی اینه که شما به شکل استاندارد و اصولی اون رو پیش ببرید و یکی از بهترین و ساده ترین و تضمینی ترین و اصولی ترین راههایی که شما بخواید عبارات، لغات، گرامر، هر علمی رو یاد بگیرین تمرین و تکراره. بخونید و بنویسید، روبروی آینه تکرار کنید، صداتون رو ضبط کنید. اینا واقعا مؤثر هستن. خب بریم سراغ قدم بعدی. یکی از مباحثی که خیلی مهمه و متاسفانه خیلی از زبان آموزها اون رو عقب میندازن یا پشت گوش میندازن، مهارت شنیداریه. نمیدونم تا حالا به این مسئله فکر کردین یا نه، اما یکی از راههایی که یه نوزاد بعد از یک مدت که حالا رشد میکنه میتونه شروع کنه صحبت کردن این هستش که خانواده‌اش، پدرش، مادرش با اون کلمات رو تکرار کردن. بارها دیدیم با یه بچه کوچولو، با یه نوزاد، کلماتی مثل بگو مامان، بگو بابا، بارها باهاشون تکرار شده، باهاشون صحبت شده، یا اونا رو روبروی تلویزیون قرار دادن، براشون شعر خوندن، مدام باهاشون صحبت شده. در واقع مهارت شنیداریشون هستش که تقویت شده. این چیزی هستش که خودم تجربه کردم و به زبان آموزام هم میگم و همیشه هم نتیجه مثبت گرفتیم. شما برای اینکه بتونین زبان خوبی داشته باشین، انگلیسیتون با سرعت بیشتری پیش بره و پیشرفت کنید، بهترین راهش اینه که مهارت شنیداری رو جزوی از روتین روزانه‌تون بگذارید. میتونه فیلم باشه، میتونه آهنگ باشه، میتونه صحبت با یک فرد خارجی باشه، خوندن یه سری مطالب باشه که با صدای بلند انجام میشه و خودتون صدای خودتون رو بشنوید. یه چیز جالب، طبق داده زبانشناسا، افرادی که روزانه حداقل 10 دقیقه روی مهارت شنیداری کار میکنن 2 برابر پیشرفت بیشتری دارن. از شما میخوام که حداقل 1 ماه تجربه کنین، تجربتون رو به من بگین. مطمئن باشین که تأثیر بسیار زیادی روی یادگیریتون میذاره. من هم از زبان آموزای خودم شنیدم، هم واقعا برای خودم اتفاق افتاده. از کلمه‌ای استفاده میکنم یهو ناخودآگاه که وقتی بهش فکر میکنم میبینم من این کلمه رو جایی نخوندم، یا این کلمه توی مثلا فلان درسی که این هفته داشتیم نبود، پس این کلمه از کجا اومده. یه مقدار بیشتر که فکر میکنم یا مثلا توی هیستوری گوشیم نگاه میکنم میبینم که این کلمه‌ای بوده که خب یه جا شنیدم و وارد ذهن ناخودآگاه هم شده، ناگهانی یا حالا ناخودآگاه استفاده کردم. پس پادکست، ویدیو یا حتی اخباری که برای کودکان هست، اخباری که برای کودکان هست رو میتونین گوش بدین، پاز کنین ویدیو رو و کلماتی که اونجا استفاده شده رو تکرار کنین. برای تلفظ بهتر ما نیاز داریم که عضلات زبانیمون، من همیشه رو گفتم، عضلات زبانیمون تقویت بشه. دوستان، آمارا نشون دادن بیش از 90% زبان آموزایی که موفق شدن مکالمه‌شون رو پیش بردن. یعنی چی؟ خیلی ساده است. یعنی اینکه از کلمات و گرامری که یاد گرفتن استفاده کردن. خیلی از افراد، مخصوصا افرادی که یه مقدار لولشون بالاتر میره توی سطح انگلیسی، میشه گفت کمالگرا میشن. یعنی تا زمانی که فکر نکنن و مطمئن نشن از یک جمله که حالا درست هستش از نظر گرامری، تلفظی یا هر چیزی، نمیگن اون جمله رو و خب این باعث میشه که کلمات و جملات کمتری رو صحبت کنن و طبیعتا مکالمه کوتاهی داشته باشن یا اصلا مکالمه‌ای نداشته باشن. یه چیزی که خیلی به خودم کمک کرد، جدا از مباحث حالا تحقیقاتی، اینه که سعی کردم ترسم رو بذارم کنار. تا جایی که تونستم، مخصوصا افراد خارجی، صرفا نیتیو نه، چون خیلی از ماها که حالا زبانمون یه مقدار همچنان تبلق هستش، از صحبت مستقیم با یک فردی که انگلیسی، امریکایی، استرالیایی باشه میترسیم. اگه این ترس رو دارین، میتونین با افرادی که حالا آسیایی هستن شروع کنین، چون میدونیم اونا هم انگلیسی پرفکتی ندارن. به هر حال شروع کردم صحبت کردن با افراد خارجی. یه سری دوستای خارجی هم پیدا کردم، حالا چت بوده یا تماس تلفنی بوده و کم کم این صحبت‌ها حضوری شد. افرادی رو پیدا می‌کردم مثلا توی یه سری شهرها یا حالا جایی که من زندگی می‌کردم، خب افراد خارجی بیشتری بود و باشون صحبت می‌کردم. چیزی که از شما می‌خوام بدونین این هستش: در شروع هر چیزی ما نمیتونیم بهترین خودمون باشیم. شروع هر چیزی همیشه
پرفکت نیست، مخصوصا زبان انگلیسی. پس اگر نمیتونین یک فرد خارجی پیدا کنین یا اگر دسترسی ندارین به کسی که باهاش مکالمه داشته باشین، با خودتون صحبت کنین. تنها هدف این مسئله این هستش که بتونین از کلمات و گرامری که یاد گرفتین استفاده کنین و اونها رو تمرین کنین، کلمات رو تلفظ کنین، اعتماد به نفستون بره بالاتر. مثل زمانی که من یه جا کنفرانس دارم، یه جا میخوام صحبت کنم. خب طبیعتاً شب قبلش، هفته قبلش من با خودم صحبت میکنم، تکرار میکنم، بارها و بارها با صدای بلند میخونم، تو خونه قدم میزنم و این کاغذ رو میگیرم جلوی چشم و هی میخونم اون متن رو تا آماده تر بشم. قدم پنجم که البته یه اشاراتی توی قدم‌های قبلی بهش کردم. بر اساس آمارها نگاه کردن و مشاهده به یک ویدیو به شما بیشتر کمک میکنه که اون کلمه، لغت یا اون موضوع رو یاد بگیرید. خیلی ساده است. ویدیو دیدن اثر بیشتری داره تا خوندن کتاب، جزوه یا حالا مقاله. به خاطر اینکه من وقتی که دارم یک چیزی رو نگاه میکنم، حافظه تصویری من هم فعاله و داره کار میکنه. طبیعتاً اثر بیشتری برای من داره و من میتونم استفاده بهتر و بیشتری از اون کلمات و لغات بکنم و بیشتر توی ذهن من میمونه. و اون تایمی که من دارم میذارم پای مشاهده کردن اون ویدیو شاید خیلی حس نشه. طبق آمارهای علمی افزایش 30% درک مطلب رو به همراه داره. پس بیاین با هم یه جمع‌بندی آماری داشته باشیم. گفتیم که اهداف کوچیک‌تر و متناسب با شرایطمون داشته باشیم. لغات پرکاربرد 85% مکالمه و زبان انگلیسی رو تشکیل میده. روزانه یک منبع شنیداری داشته باشیم و حداقل 10 دقیقه گوش بدیم که سرعت پیشرفت ما رو 2 برابر بکنه و نهایتاً مکالمه‌ای رو با دیگران داشته باشیم. اگر که این نکات برای شما مفید بود، خیلی خوشحال میشم که منو لایک کنین، سابسکرایب کنین و حتما توی کامنت‌ها به من بگین که چه راهی برای شما موثر بوده که بتونیم از تجربه همدیگه استفاده کنیم. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.